همونطور که مرد کنار پنجره این جزئیات رو برای هموتاویچ تعریف میکرد، هموتاویچ چشماشو میبست و همه این منظره ها رو با جزئیات توی ذهنش تجسم میکرد و روحی تازه میگرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه مردی که کنار پنجره بود از دنیا رفت و خدمه بیمارستان جسدش رو از اتاق بردن بیرون. مرد کناری که خیلی ناراحت بود از خدمه بیمارستان خواهش کرد که تختش رو ببرن کنار پنجره. پرستار با رضایت کامل این کار رو براش انجام داد. مرد به آرومی و با درد خیلی زیاد خودش رو کنار پنجره رسوند تا برای اولین بار دنیای بیرون از پنجره رو ببینه. اون بالاخره میتونست اون منظره قشنگ رو با چشمای خودش ببینه، ولی در کمال تعجب با یه دیوار بلند مواجه شد. مرد با تعجب به پرستارش گفت که مرد کنار پنجره همیشه از منظره بیرون یه منظره قشنگ و دلانگیزی رو براش تعریف میکرده. پرستار جواب داد ولی اون مرد کاملا نابینا بود.